به می راحت نبود که مدت 4 ماه میشد بر استاد اجازه خطبه به گونه غیر مستقیم داده نمیشد. این از طرف حج اوقاف یک عالمی می آمد و همون حرف حج اوقاف و یا مکتوب از اونجا میورد من خطبه میگم. بالاخره استاد به می کار به تنگ شد، خداحافظی کرد که دیگه اگر اجازه نیست غیر مستقیم جواب دادن است. بله بله. اون تو خداحافظی کردیم. ایها المسلمون ایها المسلمون. مسلمان به خاطر دینش جانش قربان میکنه. دیره باید بفهمن دشمن است. مسلمان به خاطر دینش مالش قربان میکنه، اولادش قربان میکنه و در این افتخار میکنه. هر کسی که به ارزش‌های ما توهین میکنه ما امنش میگیره، جانش میگیره. خوش باشه خطا. ما توهین در حق پدر و مادرم نمیدانم بپذیرم. میدانیم بپذیریم؟ ما که رسول الله علیه السلام را از پدر و مادرم دوست دارم و میگم فداک ابی و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدایت باشه. تو به رسول الله توهین بکنی ما تو را میمانم، باز اعتراض از این بکنی چرا این رقم کار کنی؟ بالکل سرت قطع میکنی. تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. امروز آمدیم نزد دوست عزیز ما طارق جان خواکی که در حادثه روز گذشته همراه استاد یک جای بودن. طارق جان انشاءالله که جور صحتمند باشی. خیلی سلامت باشی. بخیر گذشته باش. الحمدلله. سلامت. طارق جان همون رقمی که خودت میدونی هر جمعه در خطبه ما خودت یک جای می بودیم و به خاطر ثبت و نشر برنامه. دیروز قبل از خطبه نماز جمعه و بعد از خطبه نماز جمعه چی گذشت؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و اما بعد. جمعه گذشته طبق معمول من ساعتهای 10 بجه نزد استاد میرفتم چون ایشون تنها میباشن، از خانه میخواستم همراهیش کنم تا مسجد. و دیروز تصادفی من جای کار داشتم و دوست ما که امروز جناب امولای صافی صلی الله متعال شفا نصیبش کنه آمین. اونا که در کوماسن برام تماس مکرر گرفت که بریم پیش استاد 10 بجه روز. از اونا رو من جواب دادم کار دارم بعداً نمی. ساعتهای 12 بجه روز بود که دوباره تماس گرفت که بیا. بعد دیگه جمعه باره معمولا من 12:30 حرکت کردم. در مسجد رسیدم که خطبه از طرف یکی از علمای امارت اسلامی بود صحبت داشت و ما در صحن مسجد نشستیم، داخل مسجد نرفتیم، اینجا آفتاب بود. خطبه خلاص شد و استاد قبل از خطبه عربی در افغانستان معمولا خطبه عربی میگن برخاست و از سخنهای خداحافظی خدا با مردم رایه کرد و ما واقعا پریشان شدیم. بعد از اینکه خطبه گفته های استاد خلاص شد و نمازم همون مولای سبک بود ادا کرد و خلاص شد و ما رفتیم داخل مسجد و استاد با مردم همون خداحافظی خدا داشت و خداحافظی کرد و بعد برآمدیم دیگه از مسجد. از مسجد که برآمدیم با کدام طرف رفتیم و چند نفر بودیم مجموع؟ طبق معمول ما یک محترم ایشانی بودیم. این جمعه دوستای دیگر هم آمدن. درست. یعنی ما از خداحافظی استاد آگاهی نداشتیم. استاد قبل از قبل آگاهی نداشتیم. تقریبا ما با خود محتر استاد 3 محتر میشدیم. دوستای دیگر هم آمدن. صرف هدف دیدار استاد بود. باز استاد دیگه نماند بعد از خطبه. معمولا بعد از خطبه صرف طعام میکرد و امروز استاد خوب نبود که میرم خانه اونجا میریم. دیگه ما در معتدل نشستیم و جالب در این است که خداوند صافی سه بابازم دعا میکنم شفا نصیب کنه.
مرا صدا کرد من میرفتم دیگه موتر میشتم. صافی صاحب صدا کرد که بیا همراه ما برو. ما چون موتر استاد از دوستا زیاد خواهش می‌داشتم که با استاد باشن. با ما گفتیم همیشه میباشیم جای بر دیگه خالی تلمونا هم صحبت کنن. دیگه صافی صاحب صدا کرد که طارق بیاد موتر ما بشی. و ما بودم جناب صافی صاحب درایوری میکرد. آبو صاحب در کنارش نشسته بود. پسر صافی صاحب؟ من پشت سر صافی صاحب بودم. پشت سر آبو صاحب خواهرزاده شان بود رحمت الله. خب استاد پیشروی بود. فکر کنم خواهرزاده استاد میشه رحمت الله کاکر صاحب. اونا بودن. پس استاد پیشروی سید بودن پلی. چون صافی صاحب درایوری کنه آبو صاحب راحت میباشه. با پیشروی میشینه. دیگه حرکت کردیم و دوستا هم حرکت کردن. رفتیم به طرف خانه آبو صاحب. بله. پروان 3 در صحبت‌های خودم داشتیم و صحبت داشتیم خوش نبودیم خلاص ما به خاطر خداحافظی استاد. علتش میشه بگی یا فکر کنم آبو صاحب به می راحت نبود که مدت 4 ماه میشد بر استاد اجازه خطبه به گونه غیر مستقیم داده نمیشد. این از طرف حج اوقاف یک عالمی می آمد و همون عرف حج اوقاف و یا مکتوب از اونجا میورد من خطبه میگم. بالاخره استاد به می کار به تنگ شد خداحافظی کرد که دیگه اگر اجازه نیست غیر مستقیم جواب دادن است. بله. اون تو خداحافظی کردیم. بعد در پروان 3 رسیدیم و به کوچه فرعی که به طرف خانه آبو صاحب دور میکنه رفتیم. بله. طرف خانه آبو صاحب روان بودیم. از ابتدایی که دور کردیم دمی گلویی دیگه سکوت موتر گرفت. چپ شدیم چون حرفای خود زده بودیم. رسیدیم به یک کوچه مونده بود که به خانه آبو صاحب برسیم. یک جمپ است. صافی صاحب جمپ گرفت و تیر پشت سر تا که به جمپ برسه دمی سرک عمومی داخل کوچه نشده بودیم. یک کوچه مونده بود که کوچه داخل شدیم یک کوچه باقی بود. جمپ گرفتیم دمی تیر پشت سر که به جمپ برسه اول یک خاک داخل این موتر شد بعد گنبد شد. من موقع توانستم روی خود دور بودم. بعد از 1-2 ثانیه بوش بودم من کاملا. درست. من ماجر خود از این دروازه بیرون ساختم و خواهرزاده آبو صاحب که پشت سر بود صدا کنان برآمد. دستش دمی سرش بود چون از سر زخمی هم شده به طرف کوچه داخل شد. من دیگه نتونستم جایی برم چون یادم آمد که آبو صاحب هم از صافی صاحب هم است. اولین دروازه که دموریم اومد دروازه صافی صاحب بود. دروازه صافی صاحب اعلان کردم خون از دماغش پایان میشد. حالتش دیدم خیلی وضعم خراب شد چون تمام پیرانش تا پایان خون گرفته بود. من برای یک لحظه کاملا امید خود از دست دادم که صافی صاحب از بین رفته. دور خوردم پشت سر موتر که آبو صاحب یک بغل روی لوش افتیده. حالت آبو صاحب دیدم آبو صاحب جمشید از پشت سر آمد چون یک موتر ما مانده بود. یک موتر خانه آبو صاحب رسیده بود یک موتر مانده بود. جمشید عجله آمد طرف امانالله. این هم امانالله را دید ناامید شد چون امانالله همون لحظه که حادثه شده بود فکر کنم همون وسیله که در سرش ثابت کرده اونجا جا به جای از زوف رفته بود. بعد که دیدیم ما آبو صاحب جمشید ناامید شدیم. دویدیم این طرف جناب آبو صاحب بالای ملوش افتیده. خودت تانست از موتر پایان کنه. آبو صاحب دیدم که چشمایش باز است و سر تکان میده که خوب است. این که گفت خوب هستم من گفتم برو الحمدلله. ما طرف امانالله آمدم کوشش کردم امانالله رو پایان کنم خیلی گرنگ بود. پس سن آمدم ما جمشید گفت خیلی تو آبو صاحب بگی ما صافی صاحب تو میکنیم. باز من کس نامد خدا شاهد است. مرتضی جان خیلی ها در پشت سر شاید بگن که ما استاد اگر دم رویش ببینند بگن ما جان فدایت میکنیم دوست داریم. همون لحظه جز ما و یوسف جمشید و 2 دوست دیگه ما کامرایتان یک جای بودن. امروز ما یک تا مسلمان پیش نمیشد که می جناب آبو صاحب چیخ میزدیم که عبدالسلام عابد است تو امسایش هستی کس پیش حتی یک موترمان آنقدر قسی قلب شد که دروازه موتر خدا بسته کرد که من نمیتونم در موترم نمیمونم که ببری. در دولتی که آبو صاحب در دستم است ما در هوش بلندش کردم. آبو صاحب ما بلند کردم. آبو صاحب خب وزن جسمن وزنشون کم است. رستشون کردم خون از سر روش جاری بود.
همین موتروان دروازه رو برای ما بسته کرد، چون تاکسی پشت بود سر یا موتر ما بود. تاکسی؟ یک سوزوکی بود، پشت سر موتر ما بود. موتر رو بسته کرد و خدایی که اندیوال ما که در پشت سر بود، اون مسکین از شدت حادثه و فهمید که حادثه بر ماست، او هم از آن رفته بود. بله. من که پیشش رسیدم سرش یک صدا زدم که فلانی دروازه رو اعلان کن. دروازه اعلان شد، تابوس رو انداختیم، صافه سر انداختیم، باز به طرف شبخانه الحیات حرکت کردیم. دیگه اونجا رسیدیم و خدا خیر بود دکتر صاحب رسیدن. اینه که جاسازی شده بود در خود موتر بود یا بیرون از موتر؟ به حدس گمان ما مرتضی جان بیرون بود، چون اگر جاسازی موتر می بود تا پروانسی موتر ما سالم آمد. بله. اما سرعت گرفتیم، اما استاد کردیم. اگر بگویند که با برگ گرفتن انفجار میکنه یا با سرعت انفجار میکنه، معمول از این گپا من نمیفهمم. اگه این گپا میمونه کارو در راه کارا رو انجام دادیم، من برگ گرفتیم، من سرعت گرفتیم، خب من نبود. ما دمون جمپ رسیدیم این کار شد و حتی امی سرک امی لوش جای انداختین، اما قسمتی که انفجار کرده لوش کاملا برداشته شده. یعنی در این معلوم میشه که اونجا جاسوزی شده بود. از موتر هم معلوم میشه که می چهره بم یک طرف خیلی بغل ببینید خورده. ما همون طرف فشار ما دمون زده شد. بله. این اگه قسم می بود خواهی نکردیم روابط از خود نداشتیم ما. یا اگر طرف درایور می بود بله. صافه سد درست. خالی بدتر از اونم از خود نمی. شکر خداست که تا خیر رو باشه. جور سلامت شکر. هستی. الله په احسان سره استاد الله ډیر ښه ده خبرې کوي حالت ډیر ښه ده د الله په احسان سره شکر الحمدلله حالت ډیر ښه ده حالت ډیر ښه ده الحمدلله الحمدلله چې د استاد حالت ډیر ښه ده ورونه دې مطمئن وي ټول ورونه دې مطمئن وي حالت ډیر ښه سوی ده د استاد الحمدلله